بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، خواهران برادران گرامی، جناب محب صاحب، وزیر صاحب اطلاعات فرهنگ، وزیر صاحب زراعت، والی صاحب کابل، شاروال صاحب کابل، تمام حاضرین مجلس، علول سال 1398 به تمام هموطنان از صمیم قلب تبریک میگم. امسال فضل خداوند مقدار بارش در 5 سال گذشته بی سابقه بوده و این زمینه از زیر برابر می سازه که تمام دیقانای ما، باغدارای ما و تمام خواهر و برادرای ما که بخش زراعت مصروف هستند و نانآورای اصلی از این کشور هستند روز خوش داشته باشه. همچنین بارانا در بادغیس، در فاریاب، جوزجان و ولایت شمال که سال گذشته خشکسالی در اوج موجب تلفات بسیار زیاد بر مالدارای ما شد. امسال فضل خداوند مرتا سبز است و زمینه از این فراهم میشه که همه به طرف کشت و کار برن. برداشت ماییس که انشالله تعالی فیصدی رشد عمومی افغانستان حداقل 2% زیادتر از سالهای گذشته خواهد باشه که این مانعشی است که در جیب هر معلد زراعتی ما و مالدار ما پول زیادتر وجود داره، سر معارف، سر تحصیلات، سر صحت و سر بهبودی وضعیت اجتماعی کار کنن. اما ضرورت و در عین حال یک کمپین بزرگ شروع شده از سهراب احمد دستیار خاص ریاست جمهوری و تمام جوانا که در سهم گرفتن. ابراز امتنان میکنم تا بال زیاده از 22 ولایت افغانستان در سهیم هستند. از سکتور خصوصی افغانستان هم واقعا ابراز امتنان میکنم که سهم گرفتن. من خبر بدادت خلق بز مراقبت نداری وزیر تاسی که نوی ساتل اندسی نو هم تاسی نه هم جناب سرفراز صاحب نه هم والی صاحب کابل او طول ارگانای محل نمه گوختنه داده از دیوز مراقبت یا واضح پروگرام باید راسی او پاینال که د معرف محترم وزارت نه او د لوړو تحصیلات له وزارت نه غوښتنه داده چې هغه شی چې ما ارک کړي دي هیله د دوی مکتبو کې وکړي ارکشین سوی او له عطاش صاحب نه او له ټولو همکارانو نه د زړه له کومې نه مننه کوم. تاسو ډېر لوی زحمت وایستلی. دلته به داسې خاوره وه چې موږ درېدلی نه سو، نو دا په هوا باندې تغییر کوي، هر برخې باندې تغییر کوي او هیله ده چې قصه د انوشیروان عادل طول واوری. انوشیروان یک روز از جای تیر میشد، دید که یک پیرمرد یک درخت میشد، تعجب کرد، پایین شد. گفت دایی پیری چطور درخت میشد؟ گفت درخت ثمر داره یا بی ثمر است؟ گفت نه درخت ثمر داره. گفت تو خو نتیجهش نمیبینی؟ پیرمرد گفت درختای دیگر میبینی؟ کلش ثمر داره. گفت نکای ماشاندن، اگر مثل تو واره فکر میکردن امروز درخت نمی بود، ما بر نسلای آینده میسازم. او فوراً یک سکت لا داده شه و پیرمرد گفت سال کن حاصل دیگه 40 سال میگیره، حاصل ما در 40 ثانیه آمد، باز داده شه. گفت این حاصل دوم. انوشیروان گفت آدم بسیار هوشیار است که مکول خزانه میخواد رفت. یعنی خزانه اصلی افغانستان امروز جنگلات و درختای ماست. چیزی که امرای جلغوزه شد آل امرای بادام و پسته میشه و همچنین چوب کنر، چوب پکتیا، چوب خوست و غیره مورد توجه جدی ماست. باید از این سرمایه عظیم ما به صورت پایدار استفاده کنیم و هر میوه، از درخت میوه دار ما زمینه عزیز که نتیجه ارتباط ما با دنیا میشه. کار ما ایست که برتان بازار پیدا کنیم. کار وزارت محترم زراعتی است که خود تغییر بده که بازار دیده بتانه و همچنین انکشاف دهاتی اینا. اما نقطه اصلی ما کل کار حکومتی است که دیقان، باغبان، مالدار افغانستان خدا آرام کنه و این مسئولیت اجتماعی و مسئولیت عام ما به این بسته است و امید است که با مار شدن آبای ما و با مار شدن جنگلات ما و استفاده اساسی از تولیدات ما افغانستان به زودی ممکن از یک مملکت وارداتی
به یک مملکت صادراتی بدل شد. بازم تمام خواهر و برادرات تبریک میگم و زنای افغانستان خاصا از خاطر که در بخش تبدیل کردن این مواد به مواد بازار، خشک کردن ازی، صادر کردن ازی، اینا یک نقش اساسی دارن و بازم توجه ما به صورت اساسی سر ازی خواهد بود که خواهرای برادرای ما که در تولید زراعتی نقش فعال دارن روز به روز زندگیشون خوبتر شود. این روز واقعا به زارعین ما، به باغدارای ما، به مالدارای ما تعلق داره، اما به همچنین به کل مردم افغانستان بیا هم نوای کال در تا مبارک باید. خدای ده سول کار کی، خدای ده سوکالی کار کی، او خدای ده برکت کار کی. او زکه چې لام سیلاونه دي ضرورت ده چې هغه برخه باندې واضح توجه وسی چې هغه به تدقق کې د کابینه په جلسه کې وغږیږي. تل دی وی افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، مبارک باد سال نو.